گفتم که خب چقدر حاضری پول بدی به خشایار برسی؟ گفت من حاضرم انقدر بدم. همون جلوی خودش تلفن برداشتم زنگ زدم به خشایار، گوشه برداشت. گفتم که خشایار یکی میخواد باهات حرف بزنه چقدر میگیری؟ اونم کلی مرام داره. گفتش که آقا طرف تو باشه هیچی. سلام، برعکس یوتیوب سهیل اقتصادی هستم. ببخشید اگه امروز ویدیوش چه خورده خفن نخواهد بود، دروغی بیش نیست، ولی 20 روز ویدیو ضبط نکردم. من اصلا یادم رفت این چی، این دکمه چیکار میکنه. گوشیم خراب شد، رفتم ریسرچ کردم کدوم گوشی از همه بهتره. تو بهترین 4 تا رو انتخاب کردم، خریدم. اولیش اومد، وصل کردم، دیدم اینم خرابه. بعد فهمیدم که گوشیم خراب نیست، این خرابه. ولی دیگه اینا اومدن دلم نمیاد همه رو پس بدم، یکی رو نگه میدارم. امروز تست اینه. امروز با حسین هستیم. حسینی که بچه هاست که هر روزای اول با من بود، یعنی با من بود که یعنی منو شناخت و با من حال کرده بود منظورم. و اکانت اولین فن پیج اینستاگرام منو در واقع که من اصلا نمی‌دونم فن پیج چیه حسین درست کرد و من دیدم یه نفر هست مثلا داره ویدیو منو میذاره و اینا، دیگه با هم رابطه گرفتیم. حالا حسین تو منظر بگم، خیلی از دوستای من فکر میکنن که تو واقعی نیستی، یعنی همه میگن که اون اولا که شروع کرده بودن گفتن که فن پیج خودت زدی، نه کار خودت که تبلیغ کنی. من مگه دیوونم؟ آره نه درو نگو، خودت کردی. نه ببین ما داریم زحمت میکشیم، ببین چه بلایی سرم اومده. بعد تازه من اینستاگرام خودم گوتر آپلود نمی‌کنم. میگه منطقه چیه؟ مگه کون داشتم کار کنم که اول مال خودم آپلود می‌کردم بعد میرفتم فن پیج می‌چسبیدم. خیلی آدمو بنده خدا احمقن. ببین همیشه همه میخوان یه جوری پیدا کنن که بگن که تو واقعی نیستی و بکوبنه. چرا؟ چون خودشون همه فیک و دروغن. خب حسین، آقا بچه‌ها، حسین یه کانسپتی میگه، به من گفتش که چند تا کانسپت جالب داره میخواد صحبت کنه، میام با هم صحبت میکنیم راجبشون و میریم توش. آقا اصلا این موضوع هم در مورد این موضوع پادکست هم در مورد همینه که چجوری با آدمای قوی ارتباط بگیریم. حالا هر کی نسبت به خودشی، حالا مثلا تو با سلبریتی ها، حالا مثلا من با تو این مدلی، مثلا نظر تو بدونم. با تلفن الو سهیل اقتصادی خیلی قوی. تمام. الان خدا وکیلی تلفن سریع ترین پادکست تاریخ. مقدار زیادی از بچهای معروف به قول جنابالی سلبریتی تو این تلفن من هست. یعنی تلفن من اون فون بوکش خیلی گنگه. چه جوری با بچه معروفا چیز گرفتن خیلی سخت نیست به نظر من، ولی اگه کارت منطقی باشه. حالا معنیش چیه؟ یکی میخواد مثلا با من کانسالتیشن بگیره، یه دونه مسیج میزنه تو اینستاگرام من کانسالتیشن میخوام، بعد یکی میاد جوابشو میده، حالا یا منم یا یکی از بچهای تیم ستاپ میکنیم، سر یه ساعت لینک میره و من نشستم جلوش باهاش حرف میزنم. این رابطه. حالا یه نفر دیگه مثلا میخواست با چیز نزدیک بشه، به خشایار. خب من یکی به من زنگ زد و با من صحبت کرد و من تو حرفا تو کانسالتیشن فهمیدم که این میخواد با به قول معروف خشایار ارتباط برقرار کنه و گفت یه پلن ریخته بود که چجوری تو 1 سال و نیم آینده به خشایار میرسه. گفتم که خب چقدر حاضری پول بدی به خشایار برسی؟ گفت من حاضرم انقدر بدم. همون جلوی خودش تلفن برداشتم زنگ زدم به خشایار، گوشه برداشت. گفتم که خشایار یکی میخواد باهات حرف بزنه چقدر میگیری؟ اونم کلی مرام داره. گفتش که آقا طرف تو باشه هیچی. خود طرفم اونجا تو فیس تایم داشت من نگاه می‌کرد، همه اینا رو میشنید. گفتم نه از طرف من نیست، بیزنسی، یه نفر میخواد باید بیزنس کنه، میخواد باید صحبت کنه. گفت که انقدر میگیرم. گوشو قطع کردم، گفتم خب راضی؟ انقدری که خشایار گفت از انقدری که اون گفته بود کمتر بود. پسر خوشحال بود که پول سیو کرده، خشایار راضی بود که گرفته و با هم رابطهشون برقرار شد و همدیگر دیدن. یعنی راه درست مثلا یکی میخواد با چه میدونم سپر فیت بده، با فاصله یه خورده زحمت میتونه بهش برسه. شاید به سپر مسیج بزنه جواب نگیره، ولی اگه به مثلا زن سپر با 5 آدمی که سپر باشون استوری میذاره تو اون هفته به همه اونها مسیج بزنه میگیره. چرا؟ چون مثلا سپر اومده اینجا ان میلیون فالوور داره، نمیبینه مسیجاشو. وقتی سپر اینجاست منم خب اکتیو شدم دیگه، هر روز با سپرم اینستاگرامو چک میکنم و این حرفا. بعد یهو میبینم یه نفر اومده کامنت گذاشته، نمیدونم استوری رو ریپلای کرده، مسیج زده و توش نمیشه که آقا من میخوام به سپر فیت بدم، چقدر میگیره؟ من که سپر بغلم نشسته، همون نگاهش میگم سپر چقدر میگیری فیت بدی؟ بعد مثلا سپر میگه انقدر میگیرم، میگم اوکی. بعد به اون یارو تکست میزنم میگم انقدر میگیره اوکی؟ و اونم میگه آره. و به سپر میگم یکی میخواد.
میگه وصلش کن، تلفنش رو همون موقع میده، اصلا نمیگه مثلا اوکی بس بگو الان اینستاگرام به من بزنه چیه فلانش که برم بهش، نه اصلا تلفنش هم میده، میگه تلفنمو بده بهش بهم بگو وصل شد. حالا یه نفر دیگه میاد میگه من یه ایده دارم یا یه نظریه دارم یا مثلا میخوام چه میدونم من خواننده خفنیم، اگر سپهر بیاد آهنگ منو گوش بده بس سپهر شیفته من میشه و میاره منو معروف میکنه. خب یه همچین تزی داره، حالا درست و غلطشو کاری نداریم. سپهر نمیاد وقتشو بذاره واسه این، چون میگه اگر تو این آدم خاصی بودی که داری میگی من تو رو طبیعی پیدا میکردم، من تو رو خیابون میدیدم، من تو آهنگتو میشیدم، تو ماشین که میشم این چیه آهنگ قشنگی میخونه همین آدمو که میبینین میان و تا یهو معروف میشن با تک تک این معروفا فیت میدن، اونی که داره معروف میشه نمیاد به اینا بگه، معروفا میان به اون میگن، چون میگه آقا تو الان روح جدیدی، خون جدیدی، بیشتر ترند رونه تا مثلا قدیمیه. بعد به خاطر همین بلند میشن میان چیز میکنن، بلند میشن میان باهاش فیت میدن که معروفیت خودشون بمونه، به علاوه اینکه یه دوستی با اون آدمی که هنوز معروف نیست الان شروع بکنن که وقتی خیلی معروف شد سخت‌تر میشه دوستی باش برقرار کردن. پس چون اینا رو میدونه نمیاد یه جواب هر کسی رو بده که آقا من خوبم این آهنگم گوش مثلا خیلی مثلا آهنگ میفرستادن مثلا جون مادرت اینو بذار چیز مثلا گوش بده، من آرزوم این آهنگو مثلا علیرضا بشنوه یا سپهر بشنوه یا هر اونا خیلی سخت میشه گرفته بشن. ولی میگم اگه قصدت اوکی باشه اینه. حالا این یکی. دومین چیز که خیلی کمک میکنه، اکثر بچه‌ها وقتی یه چیزی آپلود میکنن، حالا یوتیوب ویدیو هر کسی یه کاری میکنه دیگه، وقتی یه چیزی آپلود میکنن برای 1 دقیقه تا 5 ساعت بعدش راجبش داغن، بستگی به آدمه داره. یعنی مثلا سپهر وقتی یه ویدیو آپلود میکرد برای نیم ساعت بعد میرفت تو توالت فقط کامنت میخوند، میخواست ببینه مردم چی میگن راجع به ویدیو، ولی دیگه 2 ساعت بعد کامنت میذاشی سپهر نمیخوند تا ویدیو بعدی نیم ساعت اول. پس تو اگه وقتی سپهر یه ویدیو آپلود میکنه تو نیم ساعت بشه کامنت بذاری، شانس این که بخونه زیاده. حالا میگه کامنت درست باشه که آقا من میخوام با شما فیت بدم، شنیدم شما مثلا بین انقدر تا انقدر میگیری، میشه به من مسیجمو جواب بدید تو فلان جا بهتون دایرکت دادم، اینم ایمیلم، بس سپهر همون اونجا جواب میده. پس یه راهش میشه که وقتی یکی چیزی آپلود کرد همون موقع که آپلود میشه نوتیفیکیشن آن باشه، بپری یه مسیج بذاری، اگه ویدیوی اول نفهمه ویدیوی 24 میفهمه. تو اگه میخوای مثلا با آدم معروف کانکت بشی میارزه برات دیگه، چون راه دومی نداری. 24 دفعه کامنت گذاشتن کار سختی نیست. یه راه دیگه که میشه با مردم صحبت کرد اینه که خب فالوورات زیاد باشن. روی داستانای فیک صحبت میکنم. وقتی یکی مسیج میزنه فالوور زیاده، اینستاگرام مسیجشو میاره بالا، برای همین اونو احتمالاً دوباره تو ببینی. اون روشی که من با آدمای معروف حرف میزنم، چون وقتی مسیج میزنم مسیجم میاد بالا همیشه میبینم. یه راه دیگه‌اش اینه که تو ویدیو مسیج بفرستی واسش. چرا؟ چون همه تکست میفرستن، بعد میزنه 4 تا مسیج، 3 تا مسیج، 2 تا مسیج، بعد یهو یکی هیچی ننوشته، اون عکس دایره کشیده آبی ویدیو. خب آدم هم کنجکاو میشه که این ویدیو چیه، هم فرق داره هم راحت تره، چون خوندم ما بخونم دیکد کنم که ببینم تو چی گفتی. ویدیو رو نگاه میکنم تو خودت داری بهم میگی چی گفتی. یه جوری تو مایه مقصدن هم میشه دیگه. آره دیگه موقع دختر رو بزنی. آره دیگه ما داریم مخ چیزو میزنیم دیگه، ما داریم مخ آدم معروف رو میزنیم در واقع. یه راه دیگه اش اینه که کادو بفرستی براشون. یعنی مثلا باهاش صحبت کنی، بهش مسیج بزنی، بگی آقا خدا کادو بفرستم. برای من 2 تا مسیج اومده که میخوام برات کادو بفرستم، 2 تا بیشتر. من همیشه میگم نه مرسی، چون که نمیخوام طرف واسم کادو بفرسته. ولی جوابو میدم نه مرسی دیگه، همون کانکشن دیگه. این راهایی که من فکر میکنم یه آدم میتونه با آدم معروف نزدیک بشه و بهترین راه و آسون ترین راه به وسیله دوست آدم معروف است، چون همه آدم معروفا توی تایم با یکی هنگ اوت میکنن. من چون مثلا استوری زیاد نمیذارم، اگه تو بخوای منو مثلا به عنوان مثالت استفاده بکنی، برای همین میگم مثال، اگه بخوای من استفاده بکنی تو نمیفهمی من دوست معروفام کیم به راحتی، دوستای نزدیکم کیم به راحتی. ولی واقعا اگه منو بخوای به جوری کانکت بکنی، فرض کن من کانسالتیشنم نداشتم، اگر 3 ماه منو فالو کنی قشنگ میبینی که مثلا 3-4 تا آدمن چند بار این رو میبینیشون، یه استوری میذارم چیزی میگم یا با هم داریم میبینیم استخ یه چیزی، بعد تو به اون مسیج میزنی، اون یارو کلا مثلا چه میدونم 600 تا 1000 تا فالوور داره، تو مسیج میزنی 100% میخونه. بعد دوباره میگم مسیج اگه عاقلانه باشه که آقا من میخوام این کارو بکنم جواب داده میشه. ولی اگه مسیج باشه که من دلم میخواد با سهیل حرف بزنم، یه نظر گنگی دارم، بعد
دوستم میاد به من میگه یکی گفته این نظر گنگ داره، منم میگم فلان ننش. این اتفاقی که واقعا میفته پشت صحنه. هیچکی حوصله نه که حوصله نداره. این حرفو خیلی سپر بهم قشنگ زد. گفت ما معروفا چون که تلفنمون همه چی توش اتفاق میفته مثل سر کار میمونه واسه ما، برای همین ما خیلی علاقه نداریم بریم روی مثلا اینستاگراممون بشینیم مسیج بخونیم اینا، برای اینکه همش هی تکست میاد، این میگه فیتمون چی شد، اون یکی میگه کنسرت چی شد، اون یکی میگه پول بزن، اون یکی میگه پول بزنم، اون یکی میگه این چی شد. خیلی براشون کاره. بعد مثلا صبح که بالا میشه میخواد امروز لش کنه، بعد یه مسیج میاد که اوه راستی ویدیو رو که ما هم بگیریم. حالا یارو تو یه ماه دیگه هم اوکیه ها، ولی اون لحظه سپر نمیخواد این مسیجو بخونه. برای همین خیلی علاقه زیادی ندارن که برن رو تلفنشون ببینن چه خبره. برای همین مثلا بعضی موقع مسیج میزنی به یه نفر اصلا نمیخونه، بعد خودش یهو مثلا شده واسه من بهترین مثالش پوبانه. من مسیج زده بودم بهش 1 سال بعد به مسیج که داداشی ببخشید من این مسیجو نخونده بودم هیچ وقت، الان اومدم حالا به چه دلیل رسیده به اونجا، الان اومدم اینجا دیدم مسیج زدی جواب ندادم، خواستم بگم ببخشید اینم جوابش. خب یعنی اینو من اگه مثلا بگی 1 میلیونیوم ناراحت شدم، نه چون میدونم چک نمیکنن، چون میدونم وقتی یارو میاد مسیجا میره پایین و انقدر سرعتش زیاده که غیب میشه. چجوری اینو من فهمیدم؟ من که میگم مثلا در لول معروفا نیستم، ولی من مثلا مسیج میاد از رفیقم میگم جواب بدم، میرم تو اینستاگرام میخوام جواب بدم، انقدر مسیج قبلش میبینم خسته میشم میرم بیرون. بعد 2-3 بار که این اتفاق میفته یارو میفته مثلا صفحه 4م، اصلا دیگه نمیرم پیداش کنم، میگم اگه مهم بود دوباره مسیج میزنه دیگه. بعد حالا این دوباره مسیج میزنه خیلی حساسه، اگر زیاد دوباره مسیج بزنی کامل میری تو ایگنور، چون میشی یه آدمی که میگه هی 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 دیگه اصلا حوصله‌شو نداری. آره میگه آقا ولم کن حوصله ندارم. ولی اگه یکی باشه مثلا یه مسیج بزنه بعد مثلا چه میدونم 6 ماه دیگه 1 سال دیگه دوباره یه مسیج بزنه، اونو ریسپکت می‌کنی. مثلا میگه آقا من بهشون مسیج زدم ندیدین، خواستم یه ریمایند بکنم، بعد نگاه می‌کنی می‌بینی مسیج مال 6 ماه پیشه، اصلا رود نمیشه جواب ندی. ولی یکی میزنه آقا مسیج زدم مسیجم نخوندی خواستم ریمایند کنم، بعد نگاه می‌کنی مسیج مال 3 روز پیشه، میگه دیوس تو واقعا فکر می‌کنی مثلا ما دوستیم؟ یعنی یه رابطه دو طرفه است که مثلا تو انتظارش من با دو همجا ببینم او محمد مسیج زده، خب من نمیدونم که تو مسیج زدی، میدونی. بعد اون لحظه که اونو میبینم من چیز میشم، مثلا یه خورده بر میخوره، میگم که نگاه کن یارو به من مسیج زده، بعد الان من باید هم این مسیج رو بخونم که خواستم ریمایندت کنم، هم برم مسیج قبلی رو بخونم، وقتم تلف شده، الان میذارم 2 تا مسیج دیگر خونده باشم. این چیزایی که من از این ور خودم نوتیس کردم. این به قول معروف دو قرون بنده بود راجع به چه جوری با آدمای سلبریتی اینا کانکت بشیم. معمولا هم خودشون یه ایمیل دارن که زدن نمیدونم برای تبلیغات اینجا بزنین، برای نمیدونم همکاری اینجا بزنین. اونا که اصلا دست یه نفر دیگه است، اصلا کارش اینه که جواب بده. اونم هست دیگه. سوال اقتصادی